سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. اگه تو هم کافی موبایل به هیچ وجه بالا نمیاد با این اوضاع نت، من یه راهکار تضمینی بهت میدم که راحت بتونی کافی موبایل تو باز کنی و بتونی ببین آپدیت جدید چیه. دکمه لایک و دنبال بزن بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها برای اینکه بتونید با راهکار تضمینی بدون بند وارد کال اف دیوتی موبایل بشید، شما به این برنامه نیاز دارید به اسم DNS چنجر. شما میتونید DNS چنجر رو از توی مارکت دانلودش کن. DNS چنجر رو که نوشت، DNS چنجر رو به فارسی انگلیسی بنویسید این براتون میاد. اینو دانلودش میکنید. اینی که دانلود میکنید میری بیرون، وارد برنامه میشید. وقتی وارد برنامه میشید یه کدی هست، به این دوتا کد رو تو برنامه وارد میکنی، دکمه استارت رو میزنی، میای وارد کال اف دیوتی موبایل میشید. وارد کال اف دیوتی موبایل که میشید کم صبر میکنید تا بالا بیاد. دیدید بچه کال اف دیوتی موبایل به سادگی براتون لودینگ میشه و بالا میاد. فقط همراه اولی‌ها میتونن برن با این DNS چنجر برن بازی کنن. برای ایران سلمن فقط ایران سلمنی ها میتونن فقط برن توش. الان نت خودم من ایران سل نتم ایران سل من نمیتونم بازی حساب کنم، فقط میتونم وارد کال اف بشم. ولی اگه همراه اول داشته باشید با همین DNS که برام بهتون معرفی کردم، هم میتونید بازی کنید هم میتونید ورود به کال اف بشید. دیدید به صورت ساده کافی موبایل خیلی ساده براتون باز شد. بفرمایید. ممنون که در اینجا ویدیو رو دیدید. دکمه لایک و دنبال بزنید. واقعا به حمایت نیاز دارین. راستی 100 تاییمون مبارک. قراره به همتون یه جایزه خوب